آگاه باشید که کدام شخصی که در ماه شریف رمضان نمازهاش به جماعت در مسجد میخواند، این مسجدها برای چی است؟ برای جماعت است. اذان و قامت دعوت برای مسلمان ها است. نماز در مسجد به جماعت کدام بنده که در ماه شریف رمضان میخواند اعطاه الله تعالی بكل ركعة مدینه تملأ من النعم الله تعالی، خداوند جل جلاله در ماه شریف رمضان او بنده که نمازهاش به جماعت میخونه به هر یک رکعت خواندگیش خدا یک شهر در جنت به نام او بنده بنا میکنه که اون شهر پر از نعمتهای پروردگار است.